محیدین خواجه‌زاد نویسنده خلقی تاجیکستان روزی 26 مرد در شهر خوجند درگذشت. او 86 سال داشت. دهها مخلص آثار او و دوستان و شاگردانش در مراسم ویدا از شخصیت و خدمت‌هایش یاد کردند. این شخصیت بزرگ هزاران هزار چشم ناروشن افکار انسانها را روشن کرد. چشم نابینای دلهای انسانها را روشن کرد. به انسانها نشان داد که انسان خوب کی است. پیوندان محیدین خواجه‌زاد به رادیو آزادی گفتند که نویسنده تقریباً 2 هفته باز از فشار بلند خون رنج می‌کشید. وی 4 سال پیش به بیماری همه‌گیری کووید 19 گرفتار شده بود. در این حادثه همسر و کلینش را از دست داد. خودش در پی توابت درازمدت شفا یافت، اما به نقل پیوندان تأثیر بیماری به جسمش آسیب جدی رسانده بود. محیدین خواجه‌زاد در ماه نوامبر سال 1938 در ستاوروپول روسیه تولد شده است. زیرا پدرش عالم خان مخدوم خوجندی را سال 1930 چون مدرس مدرسه حضرت بابا به آنجا بدرقه کرده بودند. بسیار با محبت بیان می‌کردند که آنها پدر من همدرسی استاد صدرالدین عینی بودند. وقتی که ما گفتند از روسیه برگشتیم، از بدرقه برگشتیم، استاد صدرالدین عینی دستگیری های زیاد کردند. از همان محفل هایی که با نویسندگان بزرگ همان دور با راهبری استاد صدرالدین عینی میگذشته است. میگن که من جوان بودم، در نزد پدر در نزد استاد خدمت میکردم. سالهای جنگ دوم جهان و 6 ماه اسارت را از سر گذرانده سال 1946 به خوجند برگشت و سپس به سمرقند کوچید. دیرتر باز به تاجیکستان برگشت و به کارش ادامه داد. بسیار نیت داشتند که سفری بخارا کنند. همین 30 سال اخیر نیت داشتند که بخارا روند. چرا که استاد فرزند انیکترش مادرشان از بخارا بود و بسیار میخواستند که همان تنکوچه هایی که اونجا یک وقتها زمان رفته بودند در سراغ مادر بودند و خیش و تباران رو دیدن میخواستند. باز همان محله های دوره بچگی رو دیدن میخواستند. سال 1965 تنها پس از نوشتن یک نویل خرد با نام حسن، او را میرزا ترسونزاده به عضویت اتفاق نویسندگان تاجیکستان قبول کرده است. نان حلال نشان محبت، آب روشنایی و کوه بیورته نیست از جمله آثار اوست. اخیراً با دستگیری مالی حکومت ولایت سوخت منتخبات 8 جلدش نشر گردید. به 10 نویسنده معاصر تاجیک حق استادی دارد. در کجای فعالیت برده باشند همانجا توانستند برای کمالات معنوی نسل نثر نویسان جوان خدمت‌های باسزا کردند. من امروز همان نسلی که یک دوره استاد محیدین خواجه‌زاد حکایه‌های آنها را پوستاشان را تحریر می‌کردند. من امروز نویسنده خلقی تاجیکستان عبدالحمید صمدوف را میتوان به نام گرفت. ارون کوهزاد، استاد ساربان، معروفی بابا جان و چندین ده‌ها دیگرها که با قلم استاد آنها سبک تازه خویش را دریافته توانستند. پدر بزرگوارم الوداع. محیدین خواجه‌زاد عنوان نویسنده خلقی تاجیکستان را سال 2010 صاحب گشته است. برنده جایزه کمسمال لنینی تاجیکستان و جایزه به نام صدرالدین عینی می باشد. با افتخارنامه های اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و جمهوری تاجیکستان، اردن شرف، عنوان فخری ارباب هنر تاجیکستان مکافاتانیده شده است. جسد محیدین خواجه‌زاد را در قبرستان گنبد قاشق شهر خوجند به خاک سپاریدند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.